حالا که دست من هست رسم خانه و مالکیت و بانامیکی و دیگر حقیقت سرکردگی تمام کارمندای گمرک و انداز همش هست. ورق میزنه برای چی؟ بودجت میگن اجرا نشد، درآمد اجرا نشد، این قصر اجرا پیدا شد. اونا هم آدم است، انداز پرنده کی؟ خلق تاجیکستان صاحبکار است، تاجر است، دیگر است، خواجگی دیخانی دارد، دیگر دارد. برای چه عزتی نفسی آنها دا میرسید؟ برای چه کعبه را میبریتان خاک پاشیدن است؟ کار دیگر چی است؟ اگر صادقانه پاکوجدانه ما شما کار کنیم یک بودجه دو بودجه اجرا کردن ممکن. ببینید شماره زیادی پرونده‌های جنایتی نسبت به کارمندان است. مسئله فشارآوری مقامات انداز به صاحبکارها است. شما برعکس من گفتم چقدر کم شده این سال است. شرکت و کمپانی‌های خارجی قریب یک برابر کم شدند. برآمده رفت. این جای کاری نیست. یه حجم 3 سال محصولات نیست. برای چه خدمتی خصوصا میکنید؟ سپارش دادم هیئت کارمندان را باید کنید تا صفتناک پرابلم کارهای تربیوی، زبان، معامله، معاشرت، زبان آموزی غارتگری نکنیم مردم معامله کنیم مردم میفهمند. بعد جابجا کردنی کادرها، رتاسیای کادرها، خدمتی صادقانه کردن، خدمتشون قدر کردن در کار. من اینا آگاه کردم تو. اما تو جواب میگین. یک جای جواب میگین. ما اینا شما هم جوابگر است. کریم زاده همین جابجا کردن این کادرها داد کی شما را خلال میرسونه؟ جناب هیچ کس خلال نمیرسونه خلجیدی. برای چی خیلی؟ من شما را تایید کردم آگاه کردم برادر. اگر ما بوده یگان وزیر یگان شخصی علایده با شما فشار آوری میکنه تایید کردن کادرها جابجا کردن کادرها دا من دا گفزم نترس من دا گو من را واسطش میوام. چه کارمند گمرک 2 سال کار نشده 10-15 تا خانه 6-7 تا ماشینای خارجی که کمش $80,000 از چه میواد؟ از کجا؟ 3-4 زن این یکی حادثه نیست. یک چیزی آنها شده رفته ساله. معاینات کنید. من تایید کردن دا آگاه کرده بودم. شما در وقتش اون معاون دیگرت هم در گذرگاه کار کردگی تمامی طرز قاچاق میدونم. تمامی باشه. چون که اصلا پایان کار کردگی خودشان هم ممکن وقتش دست داشتن. میداند رو آره. من تاکید کردم که پاکوجدانه کار کنید. برای چی صدیران نمیشه؟ برای چی جواب نمیده؟ که خدمات نقلات راه نیست میشه. وزیر نقلات دعوت نکرده. کی است وای راه براش؟ ها؟ چند سال شد؟ 3 سال. همین روز از وظیفه آزاد شد. سابقه وظیفه شد. عموما راه تو وزیر راه من وزارت راه طرفی بدخشان ولی 1 سال نشده به استفاده دادم. الان این ماشینای کلام حجم تو میبینی میره یا اونجا با چشمات 80 تن اومده ایستاده است. در کدام دولتی دنیای خیر است؟ 80 تن 60 تن بار دارد 20 تن وزن بار 80 تن. چی گپ است خودش؟ برای چی خدمات کردیم؟ دیدن نکن عظیم ابراهیم. ده بار میرویتون کاری نیست ناخیر ببینید برای چی باید نمیکنید؟ با تلویزیون در رکلامش میکنن نشان میدن عقل تا نمیگیرد چی بشود اینو؟
وای قاضی دولت مبلغ مردم ارو برای کی کردی زودی 30-40% کارمندان وایش هست یکیش 10-15 تا خانه دارد این درم رومین میره یکی ای فلانچا گمرو گیرو قراتور رفتم بعضن چای چی را دیدم یکی ای فلانچا گمرو ایش کی کارمند انداز او شای کی در ورزولده ایش ای گمرو او ای فلانچا نبره تا نچه چو بخونو کارمندان گمرو خیلی دانایجا همه چی در دست شما است بنادانی نزنید ولی کنترابند فرودگاه میگوید پول نقد دلار و میگیرن آدما بعضا با میکنن به پارتیان میتاسن و میگیرن میتونن کیسهشون رو میگیرن تقسیم میکنن یا قزل سرادونو قانون رعایت میشه همتون یگان تا بکس نیستین یگان آدمی وزارت حاضر معارف بگو کردن نمیره خب وزارت اقتصاد کردن نمیره رئیس شهر نهایت این میگم قدر نیست گمرک ده اندازه نبود من نظارت میکنم اگر در کار باشد تلویزیون قطعی میخوازیه نه بگه تماشا میکنی قصرهایی که ماشینهایی که نشاتیان بچه های بیچاره نیستن کار کنه پاک وجدان منفیت ملت منفیت دولت از همه منفیت ها باید بالا گذاشته شود صادقانه کار کنیم پاک وجدانانه کار کنیم خدمت کردین صادقانه خدمت های هر کدام شما قدر کرده میشه در 27 سال یگان بانکی جمهوری یگان انشاءات سطح جمهوری نساخته است مبلغ زاری نکرده است آن چیزی که هست حتی نیروگاه برخی آبی راغون حساب بودجه بودن را برا تا 600-700 پریپالی نمیکردن همه میدونه 5-5 میدونه تقسیم کردگیم مشروطه را کریمزاده مشروطه را تقسیم کردگیم ترمینال ها شتگیان از برات از معاونات سر کرده سردارای ریاست از همین جا راهبری میکنن حساب کتاب تقسیمات رایی که این چیز با دیگر ما برای چی ترمینالی جنبه ولی کار کسیمون ارگانا کار کرده ایستادن کودکس جنایتی ده وزیر عدلیه کمیته وای پروکوروری گنرالی شعبه حقوق وای میکنتون دایر با کی وطنزاده دایر با تغییرات الهوا نسبت به کارمندان اندازه گمرک تنها نه جنایت که نزد قانون جا میگه فقط صاحب ملک نه صاحب مال نه یک کمودیکت از صاحب پیش میکنی همون صاحب کار نکنه همون دقیقه باید در سیستم برورید دیگر وای کردن در یک جا خدمتی دولتی با کار قبول کردن نشود من همی روان میکنم مالی 4 تا مشروط ده نمی حاضر نمیشتگی روان میکنم ماشینای در آمده گیرم وای میکنم یارم نمیشه میکشم پیش در حجت چی هست تو قانون میگه قطعه ترکیه وای نه قانون وای چون میگی بکشا همین چیزی که در وای است دکلاراسیون کردگی این بود در داخل کانتینر چیه در وای تو کنترابند محصولات های قیمت بها را از جمهوری تاجیکستان به کلمه برآوردن دستگیر کرده بودیم ما از نوع عینی چی روزا را مردم تاجیک از سر گذرانید چی سختی ها را دیده است شیر بچه ها هزاران مردن برای این روز رسیدن هزاران قربان شدن برای همین هزاران جوان مردا قربان شدن
برای بجای ننگ و ناموس کردن برای نقشه را برزیاد اجرا کردن که ما راهون سازیم ما راه سازیم خب وطن ما را آباد کنیم دولت ما را آباد کنیم بجای نفسی بدی خود وای میکنیم هیچگاه سیر نمیشیم کسی که بر راهی بد غرضناک دست زد عاقبت میگویند که مقاله خوبی تاجیکی است کوزه هر وقت سر چشمه به لب آب سیاد رفته نمی آید دیدن حادثه شده گیره فکر فرزنداتان کنید صادقانه کار کنید صاحبکاری میخواهید پول مال بسیار میخواهید مرحمت روین یگان کس شما را من نمیکنه صاحبکاری کنید تجارت هم مشغول باشید جنبستی نیم ساله در من در حسابات میتید کامودیا را برطرف میکنی حسابات میتید هرچی زودتر اتستاتسیا کمیسیای دولتی را تاسیس دادن در کار قای رسول زاده تمام همین ساخته‌ها را از عراق بیختن در کار است دکلاراتسیاش درآمدش وای میکند خانه و درش معین میکند خسر خشتامانش از آن جمله فرزنداش خطی چی مالکیت دارند در کجا دارند اکثریت اینا دیدم والا بچه‌ای که آره پرسیدن در یک نیم سال 16 مراتب خارج رفته 16 مراتب حسابی چی با کجا رفته است حساب وی رخصتی مهنتی در یک نیم سال ممکن 2 مراتب این 3 مراتب 16 مراتب روبره به نظارت معاویرها همی خیل اگر هم به طرفی میکنید یگان تا کار میکنید کامودیا را برطرف کرده میتونید کامودیا را برطرف کرده میتونید اصلاح میکنید نیایی که همه تا یک جای جا میتیم канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.